بزرگترین سوال در ذهن کاربران همستر کامبت پرافیت یا بالانس. نظرتون رو زیر ویدیو کامنت کنید. دوستان عزیز، همستر کامبت در هفته گذشته بارها و بارها تاکید کرده که پرداخت ایردراپ با پرافیت ساعتی انجام میشه، نه موجودی سکه ها. اگر این چنین باشه و پرافیت ساعتی ملاک پرداخت پاداش باشه، میتونیم سناریو رو اینطوری ببینیم: از ابتدای عرضه‌ای ربات، بخش لیدربورد رده‌بندی بر اساس پرافیت چیده شده بود، یعنی برترین ها بر اساس پرافیت ساعتی ترتیب بندی میشدند و همچنان این روند تداوم داره. منطقیه که بازیکنی که به میزان 2 میلیون پرافیت ساعتی داره، 2 برابر کسی که 1 میلیون پرافیت ساعتی داره پاداش نمیگیره و به احتمال زیاد و بر اساس دیدگاه شخصی بنده، تکت کارت ها دارای ارزش خواهد شد. احتمال بر اساس ارزش توکن همستر، در واقع ممکنه 2 بازیکن پرافیت 1 میلیونی داشته باشن، اما ارزش ایردراپ نهایی اونها متفاوت باشه، چون یکی از دیگری سرمایه گذاری هوشمندانه تری بر روی کارت هایی با بازدهی بیشتر قرار داده و احتمالاً این چیزیه که همستر دایم و به طور مکرر بر اون تاکید میکنه، اما اشاره مستقیمی بهش نداره. با توجه به ویدیو و بیانیه آخر، میشه به این نتیجه دست یافت که همستر از ما میخواد که مثل یک مدیر عامل چیزی با ارزش برای عرضه بسازیم، مجموعه کارت ها، و از جمع کردن سکه‌ای که به افزایش درآمد غیر فعالمون کمکی نمیکنه دوری کنیم. در آخر هر کدوم از ما همسترها که مثل یک مزرعه دار پرورش قوی تری رو انجام بدیم، زمینی پربارتر و محصولی گرانتر کارت ها برای فروش خواهد داشت. این یک دیدگاه شخصیه و هیچ کدوم از شما عزیزان محکوم به پذیرشش نیستید.